این خنده نکنین. با کدام روی می با ما گپ میزنی؟ با ما کدام روی می خودت روی چی داری؟ 80 سال عمرت در اون سرزمین چه کردی؟ امروز ما باید از یخنت تو بگیرم برادر. ابی تو به اون سرزمین جفا کردی، توتا کردی، سرزمین مویت هم سفید کردی. امروز آمدی تو وقت وحدت ملی میخواستی در دلهای تاریخ حرکت میکردی، وحدت ملی میخواستی. وقتی تو میخواستی در قبال مردم اون سرزمین به مشکلات مردم حل بکنی، چرا صدای تو در 20 سال پسین، در 40 سال پسین، در 60 سال پسین پیدا نکردی؟ امروز چرا زنده هستی؟ موی سفید است. امروز چرا فراری هستی در ملکا زندگی میکنی؟ وطن تو از ما بیشتر فروختی، سودا کردی، گریختی، فرار کردی. مسئولیت به عنوان یک انسان سربلند کلام میزنه. متاسفانه نفهمیدی. امروز جوانی که امروز آگاه هست مردم آگاه میکنه، ولات قوم پرستی میکنی. بزرگوار عزیز علامه حبیبی جناب آقای محمود طرزی در اولین کتاب عبدالله افغانی نویس در جلد کتابش در اولین کتابش در واژه هفتم نوشته میکنه افغان مساوی پشتون سران فاشیست قبیله گرای تروریست پرورت امروز حرکت میکنه در تسخیر تابعیت مردم سرزمین بلند نوشته میکنه پشتون. خودت می با بسیار بی عزتی کوشش میکنی دفع بکنی. معنا نداره بزرگوار. آریایی خودت معنا و مفهوم چیز را بنا آریایی نمیفهمی. امی بفرمایید.